دو سوختار در یک روز. مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت سنه 25 فوریه دو سوختار را به قید گرفتند که این حادثه های ناخوش در حدود ناحیه باباجان غفوروف سر زده است. سوختار جان 4 نفر ساکن ناحیه را به کام خود فرو برد. بنا به اطلاع مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت، سوختار سنه 25 فوریه تقریبا ساعت 03:04 دقیقه صبح در منزل استقامتی ساکن جماعت دهاتی یووه رخ داده است. مساحت عمومی علنگه آتش در این منزل استقامتی 70 متر کвадрати را تشکیل داد. برای خاموش کردن آن 5 نقلیات مخصوصی آتش خاموش کنی استفاده شد. هنگامی به جای حادثه رسیده آمدن نقلیات آتش‌نشانی معلوم گردید که بینای دو آشیانه دومی بنا که از مساله های چوب و پنپلیسترول از مساله های زودسوزنده ساخته شده بود آتش گرفته است. از طرف آتش‌نشانان همه قوه واسطه ها برای احاطه و خاموش نمودن سوختار روانه گردیده. سوختار در ساعت 03:25 دقیقه احاطه و در ساعت 04:02 دقیقه پوره خاموش کرده شده است. سبب اساسی سوختار این رعایت نشدن قاعده بی‌خطری تجهیزات برقی می باشد. تفتیشات حادثه حالا ادامه دارد. باز یک سوختار دیگر خودی همان روز یعنی سنه 25 فوریه ساعت 17:11 دقیقه سر زده است. 16 متر مربع منزل استقامتی یک شهروند در جماعت دادابای خولمتов زیر علنگه آتش ماند. ساعت 17:35 دقیقه سوختار علاقه حولی را قسما احاطه کرده بود. ساعت 17:55 دقیقه باشد یعنی بعد 10 دقیقه احاطه سوختار از جانب کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی خاموش کرده شد. آتش‌نشانان اطلاع دادند که خوشبختانه در این سوختار تلفات جانی نیست. تنها خسارات آن 4600 سامانی را تشکیل می دهد. سبب های اساسی سر زدن سوختارها این به احتیاط نسبت آتش، ویران نمودن قاعده های بهتری از سوختار هنگام استفاده بر تجهیزات های برقی و رعایت نکردن قاعده های بهتری از سوختار هنگام پیوست نمودن ناقل های برقی. در این جاده از شهروندان خواهش کرده می شود که به قاعده های بهتری از سوختار رعایت نمایند. هنگام برآمدن از خانه استقامتی حتما تجهیزات های برقی را پوره خاموش کرده برآیند. هنگام استفاده بر تجهیزات های گازی با احتیاط باشند. کودکان خردسال را به نظارت نگذارند. هنگامی وصل نمودن ناقل های برقی و پیوست نمودن آنها از طرف متخصصان ساحه برق استفاده برند. دوام یک ماه و 25 روز اخیر در حدود ولایت سوخت 65 حادثه سوختار به عمل آمده. 6 نفر ساکنان زیر علنگه آتش ماندند. از 6 نفری جان باختگان 2 نفر کودک می باشد. گفته می شود که خسارات مالی این حادثه های ناخوش 689,000 سامانی را تشکیل می دهد. بنا به تحلیل کارمندان ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت، ناحیه باباجان غفوروف با 7 حالت سر زدنی سوختار در سطح ولایت مقام اول را کسب کرده است. شهر استروشن با 6 حالتی سوختار در زینه دوم قرار دارد. در ناحیه سپیتامین باشد 5 حالتی سوختار به قید گرفته شده است. در مقیاس شهر و ناحیه های ولایت سوخت چاره‌بینی های پروفیلاکتیک آتش‌نشانی کامپلکسی محافظه رفته ایستاده است. مقصد گذراندن چاره‌بینی های پروفیلاکتیک آتش‌نشانی رمزی محافظه این از آن میباشد که از طرف کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی در منطقه های اهالی‌نشین در خانه های استقامتی با شهروندان واخوری ها گذرانده با آنها قاعده های عادی‌ترین بهتری از سوختار آموزانده می شود. همزمان در جماعت و کمیته های محله با اشتراک رئیس های جماعت ها، دیه ها، کمیته های محله، فعالان واخوری ها تشکیل کرده. در آن واخوری ها، در آن مجلس ها آیدی سوختار ها، پیشگیری آن، هنگام سر زدن سوختار چی باید کرد، عموما آیدی همین رعایت قاعده بهتر از سوختار واخوری ها تشکیل و گذارنده می شود.
масъулини раёсати хадамоти давлати оташнишонӣ дар вилояти суғд аз сокинон хоҳиш мекунад ки барои пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор ҳиссагузор бошанд. бино ба гуфтаи мутахассисон тарзи дурусти истифодаи таҷҳизотҳои барқиро дар манзили истиқоматиашон ба роҳ монанд. ҳангоми вайрон шудани ноқилҳои барқӣ ва таҷҳизоти гармидиҳӣ ҳатман аз хизмати мутахассисон ва барқчиён яъне электрик истифода намоянд, зеро оқибати худсарона пайваст намудани ноқилҳои барқӣ ба талафоти ҷонӣ анҷом ёфтанаш мумкин аст. гузашта аз ин пайваста ҳолати техникӣ ва бехатарии таҷҳизотҳои барқӣ ва асбоби бо барқ вобаста бударо аз муоина гузаронда таҳти назорати худ қарор диҳанд. гузориши Мафтуншукур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилооти Хабар.